تشکر پرویز و این حال ما در نزدی ورزشگاه اسپارتاک مسکو قرار داریم و ارژانتین و ایسلندیا دستایی هستند که در گروه دی مسابقات جام جهانی 2018 با هم رقابت میکنند و این حال مخلصان و هواداران ارژانتین در نزد ما هستند و امروز ما لیونل مسی، گانسالو هیگواین و همچنین پائولو دیبالا را در هیئت اساسی دسته منتخب ارژانتین خواهیم دید و باید بگیم دوستان عزیز که منتخب ارژانتین اشتراکی فینال سال 2014 به حساب می رود و این البته یک نشان از آن است که منتخب ارژانتین مدعی برای به دست آوردن جام جهانی 2018 به حساب می رود و عموما در ورزشگاه اسپارتاک مسکو امروز بازی جالب با اشتراک تیم‌های منتخب فوتبال ایسلندیا و ارژانتین خواهیم دید و البته اینجا ما مشاهده میکنیم که قبای دونه به بر دارد ورزشگاه اسپارتاک و این ورزشگاه است که اولین دیدار را در جام جهانی 2018 قبول خواهد کرد و در عموم امروز تنتنه ایدی فوتبال است در شهر مسکو مخصوصا در نزد ورزشگاه اسپارتاک مخلصان و هواداران فوتبال به نهایت زیاد هستند و امروز ما البته با اشتراک ستاره‌های فوتبال ایسلندیا و خرواتیا یک بازی جالب را خواهیم دید و انتظار هستیم که بهترین بازیگران با تمام تماشابینان و هواداران فوتبال که نه تنها از ارژانتین بلکه از جمهوری مردم چین از ایسلندیا و دیگر کشورهای عموما دنیا برای تماشای بازی آمدند. اینجا البته مخلصان و هواداران مسی، گانسالو هیگواین، پائولو دیبالا ستاره‌های اساسی فوتبال معاصر و همچنین دیگر بازیگران به نهایت زیاد هستند و باید بگویم که دیروز سرمربی تیم منتخب ارژانتین خورخه سامپائولی در نشست خبری ابراز کرد که اون بازیگران در هیئت اساسی هنرنمایی میکنند که اونها ارزنده البته شامل شدند به تیم منتخب ارژانتین هستند و قبل از این بازی یک روز پیش سرمربی هیئت خود را اعلان کرد که تا جای این غیر چشم داشت هم بود و در حضور نمایندگان وسایل اخباری عامه تمام 11 بازیگر تیم منتخب ارژانتین اونجا اعلان کرده شد و اکنون ما خواهیم دید که مقابل دسته افسانوی ایسلندیا که در یورو 2016 اونها بسیار هم بازی جالب نشان دادند ارژانتینگی ها چگونه دیدار خواهند کرد. تا جای بازی اول خیلی هم مشکل است برای دلخواه دسته و به همین خاطر دست پروران خورخه سامپائولی مقابل تیم ایسلندیا البته با یک تیاری جدی وارد رقابت میشوند و باید خاطررسانی کرد دوستان عزیز که در همین میدان در ورزشگاه اسپارتاک 4 بازی جام جهان 2018 برگزار می شود و البته ما بیننده های تلویزیونی ورزش را از رفت بازی ها و تمرینات تیم های منتخب آشنا خواهیم کرد. پرویز